شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان تطبیقگری تشبس‌های سبز است. اقداماتی به شهر سبز و اکولوژی تبدیل دادن دوشنبه را خرد و بزرگ آن دستگیری کرده امروز هر نفر با شنانیدن حداقل یک نهال می‌خواهند در سرسبزی و خرمگردانی شهر دوشنبه سهم خود را گذارند. با رفتن سردی‌های زمستان و آمدن هوای مساعد بهار موسم نهالشینانی در دیار ما شروع شد. با ابتکار کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه جهت تامین سرسبزی و شکوفایی و بهری به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت در تل و تپه‌های کوچه صدرالدین عینی ناحیه شاه منصور معرکه نهالشینانی جریان گرفت. در جریان نهالشینانی رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معاون صحابی رئیس شهر دوشنبه و کارمندان ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور اشتراک نمودند. در اساس پیشنهاد پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی سال جاری و تشبس شهرداری شهر دوشنبه کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در گوشه‌های منطقه‌های تل و تپه‌های شهر دوشنبه با بنیاد نمودن کبریزار و سبزگردانی طبق قرار داخلدار شهر دوشنبه که سال شهر دوشنبه معرفت اکولوژی اعلام گردیده است در منطقه کوچه عینی ناحیه شاه منصور نزدیکی 500 عدد نهال‌ها را امروز با دست جمعانه ساهای ماوری و کارمندان سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه شنانیده برای باز هم سرسبز و خرم گرداندن یک منطقه شهر سهم ارزنده گذارد. با مساعد آمدن هوا در این موضع انتخابی هر نهال آرایشی نوعی صنوبر طبق توصیه عالمان ساحه و رعایت قاعده‌های اگرونومی با پاشیدن داروهای مینرالی شنانیده شد. هر یک ما ضرور است که برای آباد و سرسبز گردانی تاجیکستان عزیز ما درخت نشانیم، کارهای آبادانی را به انجام رسانیم که آینده تاجیکستان در نسل نوروز نسل جوان می باشد. امروز ها برای این تازه و سبز گردن شهر دوشنبه و هم هوای شهر دوشنبه تازه و اوضاع نگاه روشن این درخت های همیشه سبز برای اینها تصمیم گرفتیم شنونده می شود. مسئولین سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه ابراز داشتند که ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور موظف گردیدند که نگاهبین و سبزش درختان را نظارت و تأمین نمایند. معرکه‌های نهالشینانی در حدودهای مرزی و مأموری پایتخت در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه درباره سال معرفت اکولوژی اعلان نمودن سال 2024 وسعت می‌یابند چونکه هر تدبیر اکولوژی در پایتخت با مقصد بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست، حفظ ارزش‌های گوناگون اکولوژی و تأمین امنیت اکولوژی قبول و مورد عمل قرار می‌گیرد. ما در یک جایی با سید احمد اکرمپور سرمتخصص سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه اینجا ارچه شنونده ایستادیم در تل و تپه‌های کیلومتر نهم شهر دوشنبه و باید خاطررسان شوم که این ابتکارات امروز با مساعدت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه راه اندازی گردید.